بیفوما رسما اولین خرید خارجی پرسپولیس. به گزارش بتا اسپورت، پرسپولیس آماده پرداخت رضایتنامه بیفوماست و مذاکرات نهایی انجام شده تا به زودی بیفوما سرخپوش شود. طی هفته‌های آتی از این بازیکن رسما رونمایی می‌شود. ساپینتو یا مورایس کدام انتخاب می‌شود؟ ریکاردو ساپینتو و ژوزه مورایس دو گزینه اصلی سرمربیگری استقلال برای فصل آینده هستند و نمایندگان باشگاه استقلال با هر دو مذاکره داشتند. سینا اسدبیگی در آستانه بازگشت به پرسپولیس. اسماعیل کارتال خواستار بازگشت سینا اسدبیگی به پرسپولیس شده و به همین سبب مدیران این تیم با اسدبیگی وارد مذاکره شدند. مجتبی فخریان راهی استقلال خواهد شد. مدیران استقلال با مجتبی فخریان مهاجم 21 ساله شمس آذر مذاکرات مثبتی داشتند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این بازیکن با قراردادی 3 ساله به استقلال خواهد آمد. آذری جهرمی گزینه مدیر عاملی پرسپولیس. خبر میرسد آذری جهرمی یکی از گزینه‌های پیشنهادی مدیر عاملی